پرسپولیس آلومینیوم. شاگردان مجتبی حسینی امروز در دیداری دوستانه به مصاف پرسپولیس می‌روند. بنابر تصمیم سرمربیان دو تیم، این مسابقه تدارکاتی پشت درهای بسته برگزار می‌شود. ترافیک در لیست پرسپولیس مانع از ثبت قرارداد سرج اوریه و خریدهای جدید پرسپولیس است. ترافیک در لیست پرسپولیس مانع ثبت قرارداد سرج اوریه. بله، لیست بزرگسالان باشگاه پرسپولیس پر هستش. بازیکنی که خیلی پر سر و صدا هم اومده، رزومه خیلی خوبی هم داره، هوادارهای پرسپولیس هم خیلی استقبال کردن. قراردادش در حال حاضر نمیتونه ثبت بشه. وحید هاشمیان اینطوری که از خبرها میاد تو این زمان کوتاهی که باقی مانده 2 بازیکن دیگر رو قرار هست جذب بکنه، اما اینها به ثبت قراردادشون منوط به این هستش که بازیکن از لیست بزرگسالان پرسپولیس باید خارج بشه. در مورد سعید مهری حالا صحبت بوده و حالا موارد مختلف دیگه‌ای که باید ببینیم باشگاه پرسپولیس به هر حال چه بازیکنانی رو مازاد کنه، از لیست خارج میکنه که بتونه قرارداد بازیکنان جدیدش رو ثبت بکنه. خیلی هوادارهای پرسپولیس هم منتظر هستن تا از پرسپولیس نسخه وحید هاشمیان رونمایی بشه به شکل رسمی. پرسپولیس که بازی‌های دوستانه کم نداشته، 3 تا بازی در ترکیه داشته و 2 تا بازی هم که تا شروع لیگ داره برگزار میکنه و میشه 5 تا بازی دوستانه. فعلا خبرهایی که از باشگاه پرسپولیس میاد خوب هستش و نشون میده که اونها با تمام قدرت دارن آماده میشن و جدال تیم‌های لیگ برتری که فکر می‌کنم فوتبالی‌ها خیلی هم دلشون تنگ شده و چند روز آینده آغاز میشه و پیش درآمدش هم دیدار سوپر جام هستش و تقابل تراکتور و استقلال. خیلی ممنون و متشکرم. بخش خبرهای ورزشی سلام. ورزشگاه امام خمینی اسلام شهر دیگر میزبان نخواهد بود و آریو در ورزشگاه 7000 نفری شهدا میزبانی می‌کند. هنوز تصمیمی برای استفاده از VAR در فصل جدید گرفته نشده است. بعضی از موارد در حد شایبه میمانند و هیچ وقت ثابت نمی‌شوند. اگر مدارکی وجود داشته باشد پیگیری و به ارکان قضایی منتقل می‌کنند. صحبت‌های امیر حسین فراهانی مسئول برگزاری مسابقات لیگ یک در حاشیه مراسم پرکشی این مسابقات. حالا من بخوام اینو از اینجا اعلام کنم، تو بحث ورزشگاه‌ها نسبت به پارسال خب ما خیلی پیشرفت داریم. من یعنی خیلی مطمئن میگم خدمت شما و اینکه ما از فصل پیش که مسابقات تموم شد بازی ممیزه ورزشگاه رو شروع کردیم و تو بحث ورزشگاه الان خب مثلا مثل شهر بابک تو ورزشگاه قبلیش دیگه میزبانی نمیکنه و به ورزشگاه جدید و تو ورزشگاه تازه تأسیس دارن به اون ورزشگاه منتقل میشه. چمنش هم طبیعیه. و ورزشگاه امام خمینی اسلام شهر دیگه میزبان نخواهد بود. تو ورزشگاه تیم آریو اسلام شهر تو ورزشگاه شهدای 7000 نفری اسلام شهر میزبانی میکنه و یک سری ورزشگاه شرایط خوبی دارن، نیاز به اصلاحات کمتری دارن، مشکلی واسه برگزاری بازی‌ها نیست، ولی 5 تا 4 یا 5 ورزشگاه هستن که اینا مشکلات بیشتری دارن، مشکلاتشون حیاتیه، باید مرتفع بشه. چند بار بازدید انجام دادیم، علی‌رغم اینکه دارن مسئولین استانی، مسئولین خود تیم تلاش میکنن که ورزشگاه‌ها برسه، ولی چون مشکلاتش زیاده حالا شاید من حسم اینه که طبق اون زمان بندیه به برخی ورزشگاه نرسه به بازی‌ها و میزبانی‌ها احتمالاً به خطر میفته. 3 یا 4 تا چیزی که الان حالا در ورزشگاه‌های کشورمون فراهم شده، فصل گذشته توی بازی‌های هفته‌های پایانی لیگ 1 از VAR هم استفاده شد. چه برنامه‌ای در دستور کار دارید تا بتونیم بازی‌های بیشتری رو در این فصل در لیگ 1 با VAR برگزار کنیم؟ بحث VAR خب هفته پیش تصمیم کارگروهی بود که گرفته شد و برای فصل جدید هنوز صحبتی نشده و انشالله تو جلسه‌ای که قراره در آینده برگزار بشه به این مورد بررسی میشه که حالا بتونیم از هفته‌های ابتدایی VAR رو داشته باشیم و یا اینکه مثل مسابقات هفته پیش در هفته‌های آخر باشه و یا اینکه حالا یه تصمیم دیگه‌ای بخوام. یک سری از تیم‌ها در لیگ برتر تیم‌های متمولی هستن و خودشون اقدام به خرید VAR کردن. در لیگ 1 هم تیم‌هایی وجود دارن که از حالا استطاعت مالی برخوردار باشن و بتونن از VAR استفاده کنن. کسی اعلام آمادگی فعلا نکرده. شرط‌بندی و توانی منتشر میشه. حالا فصل پیشم من یادم میاد که بیانیه‌ای صادر میشه که ما داریم کنترل کنیم. برای این فصل کنترل ویژه قطعاً کنترل هست. شما نگاه کن، من حالا این 2 فصلی که خودم هستم، حالا فصل‌های پیش که عزیزان زحماتشون رو کشیدن، این کاری هم که ما میکنیم هر فصل باید یک پیشرفتی تو کار باشه. این که نباشه الان ما فصل پیش قرعه کشیمون رو تو هتل آکادمی انجام دادیم، حالا با یه فضای بسته‌تری محدودتری این فصل حالا خب به این شکل انجام. من نظرم اینه که شما باید هر فصل کاری هم که حالا پارسال شروع کردیم یا باید
تکمیل ترش کنیم یا اینکه دوباره همون کار رو ادامه بدیم. یعنی اینکه بخوایم عقب نشینی کنیم، پارسال اومدیم نظارت کردیم امسال نکنیم که همچین چیزی وجود نداره. قطعا نظارت میشه، قطعا نظارت بیشتر میشه، قطعا منتظریم که کسی اگه شواهدی داره، چون بعضی از اینا شما میدونید در حد شائبه میمونه، هیچ وقت ثابت نمیشه. اگه چیزی باشه، مدارکی باشه، حتما پیگیری میکنیم، میدیم ارکان قضایی پیگیری کنن. این طبق روالیه که ما هر سال داریم پیش میریم. تاج فیفا پیش بینی کرده است از جام جهانی آینده 6 میلیارد نفر بازدید میکنند. بهترین ویژگی لیگ یک فراوانی آن است، چون همه کشور درگیر هستند. صحبت‌های مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم قرعه کشی فوتبال لیگ آزادگان. امروز مقاومت کشور اسلامیمون رو در مقابل خصم چین‌جو، اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار گرامی می‌دارم و یاد خاطره 14 شهید این اتفاق رو که از جامعه فوتبال و فوتسال کشور بودن گرامی می‌داریم. امیدواریم که ما با کمک شما بتونیم یه یادواره‌ای و یه گرامی داشتی برای این عزیزان که از جامعه فوتبال و فوتسال بودن برگزار کنیم. من لیگ یک رو بهترین ویژگیش رو با آقای بهاروند آقای کشوری هم عرض کردم، فراوانیه لیگ یک، چون همه کشور درگیرن. تمام امیدواری ما و دقتمون اینه که تو لیگ یک، لیگ برتر و لیگ دو همه کشور رو درگیر مسابقات فوتبال کنیم و این به نفع جامعه است، به نفع مردم علاقه‌مند کشورمون که به هر جهت شما میدونید فوتبال امروز با هیچ پدیده اجتماعی قابل مقایسه نیست. بسیاری از کشورها حتی به وسیله فوتبال دیگه قدرت خودشون رو به رخ همدیگر میکشن. فوتبال یه پدیده اجتماعی گسترده است. برنامه‌ریزی که فیفا کرده اینه که 6 میلیارد نفر رو پیش بینی میکنه از مسابقات جام جهانی آینده بازدید کنند و خوشبختانه کشور عزیز ما جزو کشورهایی است که در جام جهانی حضور داره، چون ما و شماها در واقع کشور رو اینجوری دنیا رو اینجوری تقسیم میکنیم، کشورهایی که تو جام جهانی هستن با کشورهایی که جام جهانی نیستن. ما خوشبختانه در جام جهانی حضور داریم. هم لیگ برترمون متأثر از برنامه‌ریزی جام جهانی است و تیم امید که دو تا رویداد خیلی گسترده داره، کشورهای اسلامی، مقدماتی المپیک و هم تیم ملی بزرگسالمون. این دو تا لیگ تحت تاثیر امسال جام جهانی هستند. برجهت به همین دلیل ممکنه یه فشردگی خاصی در لیگ یک و لیگ برتر باشه که از ابتدا اعلام میکنیم این اتفاق ممکنه بیفته. همه باید صبوری کنیم تا انشاءالله بهترین لیگ رو داشته باشیم. من از سازمان لیگ فوتبال تشکر و قدردانی میکنم از اعضای هیئت رئیس محترم سازمان لیگ که تونستن با یه برنامه‌ریزی دقیق یه لیگ پر محتوا و پر بازده رو برای کشورمون به کمک شماها تدارک ببینم. تقدیر و تشکر میکنم از مدیران محترم باشگاه‌های لیگ برتری کشور، اصحاب رسانه، عزیزانی که در این مراسم قرعه کشی شرکت کردن. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای مهندس تاج. به افتخار آقای مهندس تاج و فدراسیون فوتبال سازمان لیگ. تصمیم آل کثیر مرا متعجب کرد. تصمیم عجیبتر برنامه مدیران باشگاه استقلال برای فسخ قرارداد آل کثیر به خاطر فشار هوادارانشان است. به عیسی توصیه می‌کنم به استقلال نرود. اصلا پذیرفتنی نیست که یک عضو هیئت مدیره بخواهد بازیکن جذب کند. صحبت‌های فرزاد آشوبی در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ یک. اختیار داشته باشن اون زمان بر اساس اون ورودی‌ها و خروجی‌ها میتونن باشگاه هزینه کنن، اما اون چه که امروز داریم میبینیم و میشنویم شاید یه مقدار عجیب باشه. آقای آشوبی، شما به هر حال هم تو استقلال بازی کردید هم تو پرسپولیس و به نوعی یاغی بودید توی دنیای فوتبال. می‌خواستم بپرسم که نوع انتقال با چجوری باشه با توجه به انتقال ایصال کثیر از پرسپولیس به استقلال
انتقال خوبی نبود، خود بازیکن باعث شد که انتقال دردسرساز بشه، یا اینکه نه کلا همیشه مسئله هست برای بازیکنی که از استقلال از پرسپولیس به استقلال میاد؟ در ابتدای صحبتتون که من هیچ وقت یاغی نبودم، از این کلمه هم هیچ وقت استقبال نمی‌کنم. تصمیمی بود که احساس می‌کردم میتونه به روند فوتبالی کمک کنه و بعدها متوجه شدم که تصمیم درستی هم نبوده. در هر حال گذشته. ولی در مورد عیسی الکثیر عزیز واقعیتشو بخواید یه مقدار تعجب داشت برای خود من انتخاب به هر حال رفتن به تیم رقیبی که هوادارا خیلی حساسیت دارن به اون هم مستقیما این اتفاق رقم بخوره و در نهایت تصمیم عجیبتر اینجا بود که مدیریت باشگاه استقلال بر اساس حالا این جور که عنوان شده نه بر اساس این جور که عنوان شده فشار هواداری اومدن به هر حال این قرارداد رو خواستار فسخ شدن. درست میگم؟ بله. اصلا این پذیرفتنی نیست. اصلا خیلی اتفاق بدیه برای یک باشگاه که مدیر فقط بعد از یک هفته و بر اساس فشار هواداری تصمیم به فسخ قرارداد بگیره. چه کسی قرار هست عوارض این فسخ رو بر عهده بگیره؟ من این رو اصلا نمیتونم هضمش کنم. البته تجربه که شما دارید من به عیسی توصیه نمیکنم. من اصلا بهش توصیه نمیکنم. اون رو نمیتونم راجبش صحبت کنم. به هر حال اگه جای عیسی بودین نه، اگر شما اجازه بدید من صحبتم تمام شد جوابش رو هم پیدا میکنید. من اصلا به عیسی توصیه نمیکنم که همچون تصمیمی بگیره. به نظر من رفتن به یک باشگاه دیگه بدون ایجاد این حساسیت ها با توجه به کیفیت خوبی که عیسی الکثیر داره میتونه انتخاب معقول تری باشه. اما در نهایت هر تصمیمی که بخواد بگیره به عنوان یه عضو از این جامعه فوتبالی بهش احترام میگذارم، اما توصیه نمیکنم. و اگر بخواین حالا راجع به یه مسئله مدیریتی هم صحبت کنید، شما از روند عقد قرارداد به صورت منظم و دقیق صحبت کردید. همچین اتفاقاتی حالا به طور خاص توی خود باشگاه استقلال چندین بار هست که میفته. حالا دو بازیکن بوسنیایی با این باشگاه عقد قرارداد کردن و بدون اینکه بازی کنن فسخ اتفاق افتاد و الان یه طورایی انگار این قضیه داره به صورتی عادی سازی میشه که با بازیکن قرارداد ببندن، بعد با حالا مثل سرمربیشون های کاریله و بعد از حالا سری اتفاقات فسخ انجام میدن بدون حتی اینکه کسی بیاد و کسی بره. واقعا از اون عجایب خاص و ویژه تو فوتبال کشور ما هست که این دست اتفاقات به وفور و به دفعات تکرار میشه. صرفا نمیخوام راجع به یک باشگاه خاص صحبت کنم، اما اصلا پذیرفتنی نیست که عضوی از هیئت مدیره به شخصه تصمیم بگیرن که بازیکنی رو جذب کنن و خیلی راحت بعد از گذشت یک مدت کوتاه سرمربی اونها رو رد میکنه و فقط یک خسارت محض. شدیداً دوست دارم وحید هاشمیان در پرسپولیس موفق شود. تیم را از انتهای زمین میسازند، اما پرسپولیس برعکس رفتار کرد و نفرات زیادی را در فاز هجومی جذب کرد. میزان تغییرات در اسکواد پرسپولیس بیش از استاندارد امروزی است. صحبت‌های فرزاد آشوبی در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ لحاظ نمیشه، اما شاید مسائل دیگه‌ای وجود داشته باشه که توی اون نیمه خالی لیوان وجود داشته باشه و من عادت ندارم که بهش توجه کنم. آیا آشوبی سوال من بپرسم ازتون، نقل و انتقالات تیم پرسپولیس تا الان چطور دیدید؟ به نظرتون کامل هست الان ترکیب تیم پرسپولیس یا نه؟ و حضور وحید هاشمیان اولا اینکه به شخصه از حضور وحید هاشمیان عزیز خیلی خوشحالم و شدیداً جزو اون افرادی هستم که دوست داره وحید هاشمیان تو پرسپولیس به موفقیت برسه، نتیجه بگیره. به خاطر شناختی که از روحیات، شخصیت و نگرشش دارم بسیار لذت خواهم برد اگر که پرسپولیس با وحید عزیز موفقیت رو در آغوش بگیره. اما در مورد بازیکن‌هایی که جذب شدن، تا زمانی که آقای کارتال حضور داشت روند جذب اتفاق خوبی بود، اما یه نقصان و یک در واقع شکاف بزرگ دیده میشد. قاعدتاً اون چه که شما به دنبالش میرید برای ساختن تیم رو از انتهای زمین میسازن، در واقع جذب میکنن. پرسپولیس برعکس رفتار کرد، نفرات زیادی رو در فاز هجومی جذب کرد و به بخش دفاعی خودش خیلی متوجه و متمرکز نبود. حالا این در واقع نقیصه داره برطرف میشه، جذب شدن سرژ اوریه و نفرات دیگه داره تیم رو به تکامل میرسونه،
اما من خودم به شخص دوست داشتم که این تکامل و توجه به ساختن تیم از انتهای زمین از همون ابتدا صورت میگرفت. در نهایت اونچه که تا امروز شاهدش بودیم بازیکن‌های با کیفیت و سطح بالایی جذب شدن، هرچند که من روی یک عاملی نگران میکنه، اون هم مربوط نه به آقای هاشمیان میشه نه به آقای کارتال میشه. میزان تغییرات پرسپولیس، میزان تغییرات در اسکواد این تیم مقداری بیش از استاندارد امروزی و عاملی هستش که برای موفقیت ما رو امیدوار میکنه. خب از سال گذشته که این ثبات دستخوش تغییر شد، به ویژه در اسکواد اگر سالها قبل استقلال 50 میلیون تومان به محمد مهدی اضافه می‌کرد، او در این تیم بازی میشه. بخش اول صحبت‌های آرش برهانی در حاشیه مراسم پرکشی لیگ یک. خب مراسم که مراسم خیلی خوبی بود. من میخوام یه تشکر کنم از مسئولین، بچه‌ای که حالا جوون هم هستن، الان دارن خیلی هم زحمت میکشن واسه لیگ یک. پارسال که یه لیگ بسیار منظم و خوب داشتیم، امیدوارم این فصلم خب نقاط ضعفی بوده، حالا اونا هم یه ذره برطرف شه، کار سختیه ولی خب برطرف شه، بتونیم امسال یه لیگ بهتر از پارسال ببینیم. پارسال که همینجوری خدمتتون گفتم یه لیگ منظم خوب هیجان انگیز، 4 تا تیم کاندید بودن واسه لیگ برتر و همینجوری پایین جدول هست. امیدوارم امسال هم میاد. برهانی مربیان استقلالی ماشاءالله خوب تو لیگ یک تیم رو میارن بالا. بله خدا رو شکر تعدادشون هم زیاده، توی لیگ یک امسال هم تعدادشون زیاده. با اتفاق خوبم افتاده، حالا اینم این فرصت رو استفاده کنم، چند تا جوون که واقعا هم با دانشن هم از لحاظ شخصیتی واقعا شخصیت بالایی دارن. چون حالا دیگه همتون میدونین توی لیگ یک میگن آقا بیا اونجا یه توهینی بکن، دادی بزن، زیاد به مسائل فنی اعتقادی نیست. ولی خب خوشحالم که 2-3 تا از بچهای هم نسل خودم الان اومدن توی لیگ یک و میخوان مربیگری کنن، براشون آرزو موفقیت. برهانی از زمانی که آکادمی باشگاه استقلال بودی خیلی از بازیکنایی که نمیدونی واقعا الان شاگرداتون تو لژیونر شدن. آقای زاره مثلا در دوره شما در بله من زاره رو خدمتتون عرض کنم، با باشگاه صحبت کردم، گفتم آقا اگر اون موقع 50 میلیون تومان میدادن زاره میتونست بمونه و حتی من اینقدر حالا مهدی دوست داشت بمونه، بره تمرینات بزرگسالان، یه 2-3 تا اردو بره با تیم، شرایط اردو دستش باشه. البته زمان آقای ثابتو حتی دربی هم رفتن اردو، ولی خب مثلا انتظارشون بودش که بیشتر بهشون بها داده بشه، نشه. خب میدونیم که همون سام دلیری هم شرایطش همینجوری بود. خیلی از بازیکن من بخوام اسم بیارم، ولی ببینین مشکل اصلی اینه که باشگاه برنامه ندارن. یعنی شما اگه برنامه داشته باشی بگی آقا من امسال 3 تا جوون توی بازی‌های مختلف که میشه، مثلا من بازی تراکتور ما فکر کنم 5 تا زده بودیم، خب میتونستیم 1-2 تا جوون رو بازی بدیم، میدون بدیم و توی استقلال و پرسپولیس مخصوصا شما یه جوون رو 3-4 تا بازی بدین، یعنی یه 90 دقیقه برسه بازی این جوونا توی استقلال، سال بعد میتونن خب شرایط خیلی بهتری پیدا کنن و بشن سرمایه. اینا هزینه نیست، اینا میشه سرمایه‌های باشگاه، چه هزینه بابت مسائل فنی باشه چه حالا مالیش. آقای برهانی گفتی اطلاعیه باشگاه پرسپولیس برای جلسه امروز با دوراسون. سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه سردار دوراسون بازیکن تحت قرارداد پرسپولیس است نوشت در هفته‌های اخیر اظهار نظرهای وی حواشی و شایعاتی را پیش آورد. در نشست امروز درباره کلیه موارد صحبت شد و دو طرف مطالب خود را مطرح کردند. در پایان این نشست مقرر شد فردا چهارشنبه جلسه دیگری برگزار شود. اختصاصی جواب آمار و معاینات آمد. رباط صلیبی جلال الدین ماشاریپوف پاره شد. هافبک استقلال فصل را از دست داد. عصبانیت شدید ساپینتو از کادر پزشکی و فیزیوتراپی استقلال. چرا در ترکیه تشخیص درست ندادید تا من او را تمرین ندهم؟ ماشاریپوف تا این لحظه از پارگی رباط صلیبیش بی‌خبر است. پارومی در آستانه پیوستن به بشیکتاش. بله خبر آخرمون در مورد آقای سرجوریه و خریدهای جدید پرسپولیس است. ترافیک در لیست پرسپولیس مانع ثبت قرارداد سرجوریه. بله لیست بزرگسالان باشگاه پرسپولیس پر هستش. بازیکنی که خیلی پر سر صدا هم اومده، رزومه خیلی خوبی هم داره، هوادارهای پرسپولیس هم خیلی استقبال کردن.
قراردادش در حال حاضر نمیتونه ثبت بشه. وحید هاشمیان اینطوری که از خبرها میاد تو این زمان کوتاهی که باقی مونده 2 بازیکن دیگر رو قرار هست جذب بکنه، اما اینها به ثبت قراردادشون منوط به این هستش که بازیکن از لیست بزرگسالان پرسپولیس باید خارج بشه. در مورد سعید مهری حالا صحبت بوده و حالا موارد مختلف دیگه‌ای که باید ببینیم باشگاه پرسپولیس به هر حال چه بازیکنانی رو مازاد میکنه، از لیست خارج میکنه که بتونه قرارداد بازیکن جدیدش رو ثبت بکنه. خیلی هواداری پرسپولیس هم منتظر هستن تا از پرسپولیس نسخه وحید هاشمیان رونمایی بشه به شکل رسمی. پرسپولیس که بازی‌های دوستانه کم نداشته، 3 تا بازی در ترکیه داشته و 2 تا بازی هم که تا شروع لیگ داره برگزار میکنه و میشه 5 تا بازی دوستانه. فعلا خبرهایی که از باشگاه پرسپولیس میاد خوب هستش و نشون میده که اونها با تمام قدرت دارن آماده میشن و جدال تیم‌های لیگ برتری که فکر می‌کنم فوتبالی‌ها خیلی هم دلشون تنگ شده و چند روز آینده آغاز میشه و پیش درآمدش هم دیدار سوپر جام هستش و تقابل تراکتور و استقلال. خیلی ممنون و متشکرم. بخش خبرهای ورزشی سلام. که آقای طارمی در آستانه پیوستن به بشیکتاش در کشور ترکیه. روزنامه کورییر دل اسپورت ایتالیا ادعا کرده که باشگاه بشیکتاش ترکیه با آقای طارمی مهاجم ایرانی اینترنشنال به توافق اولیه دست پیدا کرده. بشیکتاش با سرعت بیشتری در حال پیشبرد مذاکرات است، اکنون جذب طارمی رو در اولویت قرار داده. آرزو موفقیت می‌کنیم برای تمام لیژیونرهامون و دوست داریم که وقتی میرن توی کشورهای مختلف به هر حال وقتی برمیگردن به عنوان بازیکن در پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال کشورمون تمامشون رو بذارن برای اینکه منافع ملی اون تامین بشه در سال منتهی به جام جهانی و اونجا بتونیم یه اتفاق و افتخار جذابی رو به دست بیاریم.